همه ما 18 81 یا 81 18 رو روی کف دستمون داریم و بر اساس کتاب فالمستری یا همون کفبینی نجومی که در حقیقت رازهای کف دستمون رو توضیح میده، 18 و 81 داره به ما حجم کارماهای پدریمون و اجدادمون رو میگه. ببینید پایین دست دقیقا در این منطقه بهش میگم منطقه کیتو یا نود جنوبی، منطقه کارماهای اجدادی و پدری ماست. دقیقا این خطوط رو ببینید، این خطوطی که اینجوری کشیده شده تعیین کننده منطقه کیتو هست و این خطوط یعنی اینکه محل و تپه کیتو اینجا قرار داره. اینجا هم منطقه راهو هست. راهو و کیتو یا نود جنوبی و نود شمالی از گردش سیارات روی کف دست جدا هستند و مناطق ثابتی هستند. هر چقدر کیتو یا علامت 81 و 18 به منطقه دست شما، به منطقه کیتو نزدیکتر باشه، حجم کارمای اجدادی پدری شما بیشتره و رسالت‌های مهمی روی دوشتون قرار داره. این رسالت‌ها در حقیقت بر روی دوش شما قرار گرفته که حجم عظیمی از کارمای اجدادتون رو که روی دوشتون هست شما باید حل کنید و اگر خطوط 18 81 کشیده شده به منطقه کیتو رسیده، این حجم کارماها روی دوشتون سنگینی خواهد کرد و باید فامیلتون رو با یک رسالت قوی، تمام خاندان رو و فامیل رو از این کارماها شما رها کنید.